سلام عرض کردم، وقتتون بخیر باشه. درویش هستم. امیدوارم که در هر کجا این دنیا هستید شاد و تندرست باشید. با آرزوی بهترین ها برای شما مخاطبین عزیز، با یه فایل دیگه در خدمت شما هستم از انرژی های نور و حقیقت و آگاهی و فرشتگان چهار طرف و مادر زمین، و با سلام و عرض ادب و اجازه از خادمین همین لحظه و زمان و مکان و چهار عنصر میخوام که در این انرژی خوانی ما را همراهی کنن و آنچه را که حقیقت هستش برای متولدین فروردین ظاهر باشه در جنبه‌های احساسی، عشق، عاطفه، در زمینه کاری، شغلی، پول، مالی، در امورات اداری، دادگاهی، یا در هر زمینه‌ای که برای مخاطبین فروردین ماه هستش در فال ظاهر و آشکار بشه. متولدین فروردین ماه عزیز، درویشال میگه که در حال حاضر انگاری که در یک حالت انزوا و تنهایی به سر میبری، انگاری از یک رابطه یا زندگی جدا شده ای یا عزیزان ازت دور شدن، به خاطرش افکارتون درگیر هستش. یک کار مشارکت مالی براتون افتاده، یک ثبت سندی هم میتونه باشه که در مرحله اول امضای انجام میشه، اما این کار به مذاکرات و تایید و تصویب دیگران هم بستگی داره. در خصوص مسائل سرمایه گذاری باید خیلی دقت کنید که متحمل ضرر و زیان نشید. یک حالت افترا یا تهمتی هم به شما زده شده بوده در زمان گذشته. یک پیام عشقی دریافت میکنید، پیشنهاد دوستی براتون افتاده، خبر خوشی براتون میبینم. و اما از سخنان یک سخنچین هم برحذر باشید، ممکنه یک خبری به شما برسه که سندیت نداره، حالت دروغ هستش، باید خیلی دقت کنید. یا به عبارتی اگر به شما پیشنهاد ازدواجی داده شد خیلی دقت کنید، میتونه صادق نباشه با شما. از سمت یک شخصی مبلغی پول به دست شما میرسه، یک موقعیت مالی براتون میبینم. با شخصی براتون ملاقات افتاده که در زمینه کاری، تجاری و امورات اجتماعی شما رو راهنمایی میکنه. اگر مبلغی پول گم کرده اید پولتون رو پیدا میکنید. کارت مراد دل اومد، به مراد دلتون میرسید. در راستای نیت مالی یا شغلی یا در هر زمینه‌ای که نیتی داشته اید کارت مراد افتاد، به مراد دلتون میرسید. در چرخه و اقبال شما شانس به شما رو کرده، براتون پیشرفت میبینم. سفر راه دور هم میتونه براتون به یک بارگی به وجود بیاد، تغییر تحولات مثبتی براتون هست. و ببینم از دسته کارت‌های ملائک برای شما چی ظاهر میشه و چه چیزی رو میگن. برای شما اشاره به یک جشن نامزدی هستش برای متولدین این ماه. خبر خوشی در زمینه جشن نامزدی یا جشن تولد در راه است. یک اتفاق خوب در خانواده برپا میشه. و اما برای بعضیاتونم در زمینه کاری یا شغلی یک مقدار حالت مشکلات دارید. این مشکلات سببش میتونه سحر و طلسمی باشه که در زمان حال برای شما انجام دادن کاروبارتون انگاری خوب پیش نمیره. و متاسفانه این سحر و طلسم در قبرستان انجام شده، اثراتش خیلی سنگین هست روی شما. و همین مسئله باعث یک جدایی یا کات شدن رابطه یا سختی در زندگی شما شده. و اما از این مراحل سخت عبور میکنید، تکامل عشق براتون افتاده،
رضایت در خانواده افتاده، روزهای سخت برای شما تموم میشه. یک اتفاق خوب در خانواده در زمینه کاری یا تحصیلی یا شغلی براتون به وجود میاد. و اما از این دسته کارت 3 تا کارت هم خودش بیرون اومد، اشاره به یک سقوط ناگهانی هستش. برای بعضیاتون ممکنه در زمینه احساسی رابطتون به یک بارگی خراب بشه یا از یک موضوعی به صورت ناگهانی با خبر بشید. همین مسئله باعث دگرگونی در زندگی شما میشه. و یا برای بعضیاتون که قصد سرمایه گذاری هم دارید باید دقت کنید. و اما خبر خوشی که براتون میتونم بهتون بدم اینه که برای افرادی که نیازمند به کار هستن گره از کارتون باز میشه، گشایش در زندگیتون میفته که از خوشحالی بذل و بخشش میکنید. و برای بعضیاتون هم در زمینه یک مسئله کاری یا احساسی یا رفتن به یک سفر در حال حاضر در بین دوگانگی قرار گرفته اید. انتخاب مسیر برای شما بسیار سخت هستش و یک اسرار ناشناخته‌ای هم برای شما کشف میشه. حس ششم قوی دارید شما، آگاهی برای حقیقت برای شما افتاده. یک اتفاق خوب برای متولدین فروردین هستش، جشن نامزدی افتاده که شما رو خوشحال میکنه. و جمله تأکیدی برای متولدین این ماه: من شایسته بهترین ها هستم و به وفور از نعمت ها برخوردارم. دوستان در راستای نیت دلتون بنویسید خدایا شکرت. فال روزانه برای متولدین اردیبهشت: از انرژی های نور و حقیقت و آگاهی و از فرشتگان 4 طرف و مادر زمین و با سلام و عرض ادب و اجازه از خادمین همین لحظه و زمان و مکان و 4 عنصر میخوام که در این انرژی خانی حضور داشته باشن و هر آنچه که قراره برای مخاطبین عزیز متولدین اردیبهشت ما در زمینه کاری، تحصیلی، شغلی، اداری، دادگاهی، در زمینه مالی، در زمینه مشارکت، در زمینه احساسی و عشق و عاطفه و غیره هستش براشون ظاهر بشه. برای شما در حال حاضر یک مقدار حالت ناامیدی افتاده، اشاره به میلسردی هستش، انگاری از یک رابطه احساسی رنجیده خاطر شده ای. از داشته هایی که داری استفاده کنید، ناامید نباشید. نگران آینده هم نباشید، آینده درخشانی دارید، ستاره‌ای برای شما روشن میشه. اگر کسالت یا بیماری دارید از این حالت و وضعیت نجات پیدا میکنید، دستی به سمت شما میاد و شما را از این حالت نجات میده. آینده درخشانی دارید. برای متولدین این ماه یک ازدواج سعادت آمیز افتاده، آینده درخشانی دارید. رزق و برکت و سعادتی نصیب شما خواهد شد. و برای متولدین این ماه به خصوص خانواده هایی که در انتظار بچه هستن براشون تولد بچه افتاده که قدمش بسیار مبارک هستش. و از سمت یک شخصی یا آقایی در زمینه شغلی کاری به شما کمک میکنه. دریافت یک مدرک رسمی برای شما افتاده. برای بعضیاتون که در انتظار یک نامه یا مدرک هستید، این نامه و مدرک به دست شما میرسه. رزق و برکت و امنیتی براتون میبینم. و برای بعضیاتون که در تقاضای مجوز کاری هستید، این مجوز به دست شما میرسه، براتون پیشرفت میبینم. شروع تازه ها افتاده. برای بعضیاتون در زمینه کاری یا حرفه‌ای خودتون شروع یک کار افتاده، کار جدید هم میتونه باشه. و همچنین برای بعضیاتون که در صدد گرفتن گواهینامه هستید، براتون قبولی در آزمون افتاده، مدرک به دست شما میرسه. و برای بعضی از خانواده هم قدم نورسیده و تولد بچه هستش که در اول فال هم
اشاره کردم. ملاقات با شخصی براتون افتاده که در زمینه کاری یا تحصیلی یا شغلی یا در امورات اجتماعی به شما کمک میکنه، چراغ راه شما میشه. و برای بعضیاتون هم اگر قصد سرمایه گذاری در یک پروژه کاری یا مسائل ارز دیجیتال دارید، حساب شده قدم بردارید، قبلش مشاوره بگیرید با کسی که در این زمینه تجربه داره، چون خطرات پیش بینی نشده افتاده. اگه حساب شده قدم بر ندارید ممکنه در امورات مالی ضرر بکنید. و برای بعضی از خانواده هم دشمنان پنهان دارن، در کار یا زندگی شما مداخله بد کردن، یک قلب پر از درد میبینم، تحت فشار کاری یا جسمی و روحی هستید. ببینم از دسته کارت ملائک به شما چه پیامی رو میرسونن. دریافت یک حکم داره اشاره میکنه، یک حکم یا سندی به دست شما میرسه، از این سختی ها عبور میکنید. و یک پول خوبی به دست شما میرسه، به جایگاه بلندی از نظر موقعیت اجتماعی میرسید، به یک حالت سلطنت رسیدن، امپراتوری رو در فال برای متولدین اردیبهشت ماه افتاده، یعنی به خواسته های دلتون میرسید. یک رضایت خاطر در خانواده افتاده به خاطر رسیدن به آرمان و آرزوهایتان، حالا یا در زمینه کاری، شغلی، احساسی. یک آرامش خوبی براتون میبینم، جایگاه خوبی رو نصیبتون میشه. و یک اتفاق خوب مثل خرید خونه، بازسازی کار ساختمانی هم براتون افتاده که شما رو خوشحال میکنه. یک سرمایه گذاری برای بعضیاتون افتاده در زمینه مالی، با تلاش و کوشش به یک پول خوبی میرسید. و اما برای بعضیاتون هم متاسفانه مسیر رزق و کار شما رو بستن. در حال حاضر در یک حالت بلا تکلیفی و رکود اقتصادی قرار گرفته اید. اما تا 7 وعده زمانی دیگه از این چالش سخت عبور میکنید. یک اتفاق خوب مثل جشن نامزدی، جشن عروسی، خرید خونه، بازسازی کار ساختمانی یا پایان یافتن یک پروژه کاری براتون هست. براتون شادی و موفقیتی رو میبینم. و جمله تأکیدی برای متولدین این ماه: ثروت و فراوانی با سرعت و به آسانی به زندگی من وارد می شود. دوستان در راستای نیت دلتون بنویسید: خدایا شکرت. فال روزانه برای متولدین خرداد از انرژی های نور و حقیقت و آگاهی و فرشتگان 4 طرف و مادر زمین، و با سلام و عرض ادب و اجازه از خادمین همین لحظه و زمان و مکان و 4 عنصر میخوام که در این انرژی خوانی حضور داشته باشن و هر آنچه که قراره برای مخاطبین عزیز خرداد ماه در زمینه کاری، تحصیلی، شغلی، اداری، دادگاهی، احساسی، عشقی، مالی، مشارکت، بارداری و غیره، هر چی که هستش در این فال ظاهر و آشکار بشه. برای شما متولدین خرداد اشاره به دقت و احتیاط هست. به خطرات پیش بینی نشده فال داره تاکید میکنه. انگاری دشمنان پنهانی دارید، باید مراقب باشید. اگر قصد هر کاری رو دارید حساب شده قدم بردارید. انگاری شخصی شما رو زیر نظر داره، زندگی شما رو کنترل میکنه. یک آدم حسودی با شما سر مجادله داره. یک جهش برای شما در زندگی افتاده. ممکنه یک پیشنهاد سفر هم به شما داده بشه یا پیشنهاد ازدواجی دریافت کنید. دیداری براتون افتاده. دیداری میتونه در زمینه عشق و عاشقی باشه، اما باید حساب شده قدم بردارید. یک ثبت سندی برای بعضیاتون هست
برای بعضیاتون که در پروسه های دادگاهی یا قانونی هستید، یک امضای ثبت سندی برای شما در فال دیده شده. در حال حاضر یک مقدار موانع و مشکلات در زندگیتون هستش، اشاره به ایستادگی و بردباری هستش. از سمت یک شخصی مورد حمایت ایشون قرار میگیرید، در زمینه کاری یا شغلی هم میتونه باشه. دریافت یک نامه از سمت اداره براتون هست، ثبت سندی هم که اشاره کردم، دریافت یک مدرک رسمی هست، میتونه در زمینه مالی باشه. و اما برای بعضیاتون متاسفانه انگاری اموالی از دست شما رفته، یک مقدار حالت پریشان حالی افتاده، سقوط از مرتبه رو براتون میبینم. اموال یا سرمایه از دست شما رفته که به خاطرش ناراحت هستید، یا از یک وضعیتی به صورت ناگهانی آگاه شدید، به خاطر همین یک حالت دگرگونی برای شما ایجاد شده و اما یک موقعیت مالی در راه هست برای شما، یک مذاکرات مالی براتون افتاده. با کمی تلاش و کوشش در یک موضوع مالی و سرمایه گذاری منفعتی نصیب شما خواهد شد. رزق و برکتی نصیب شما خواهد شد. برای بعضی از خانواده ها که در انتظار مسائل ارث و میراثی هستند، این ارث و میراث به دست شما خواهد رسید. خرید فروش ملک هم براتون منفعت داره. و اما برای عده‌ای از شما هم در حال حاضر در یک حالت اسارت ناشی از بلا تکلیفی قرار گرفتید. روزگار سختی رو براتون میبینم، انگاری در اسارت هستید، در یک زندگی هستید که عرصه بهتون تنگ هستش. و برای متولدین این ماه، برای بعضیاتون هم انگاری شخصی رو در بند و زندان دارید که در حال حاضر گرفتار هستش، به خاطرش قصه و غم افتاده. اما نگران نباشید، خبرهای خوشی براتون در راه هستش. اگر کسی رو در بند و زندان دارید، براش آزادی افتاده، خالق یک پیروزی خواهید شد. و برای بعضیاتون هم نقل و مکان براتون افتاده. حالا این نقل و مکان میتونه در زمینه کاری یا شغلی یا محل زندگیتون باشه که به یک بارگی براتون به وجود میاد. و برای بعضیاتون هم که در انتظار قضیه کاری هستید، در جایی مشغول به کار میشید، گره از کارتون باز میشه، موفقیتی براتون افتاده. و از سمت ملائک مورد حمایت قرار میگیرید. و برای بعضیاتون هم که در هر مسئله هستید، حالت اعتدال و میان روی رو برقرار کنید. اگر کسالت یا بیماری هم دارید، براتون شفاعت و بهبودی افتاده. و برای بعضیاتون هم در حال حاضر در یک وضعیتی قرار گرفتید که اصلا این وضعیت رو دوست ندارید، تحت فشار هستید، یک حالت تسلیم و ایثار افتاده. یک مقدار باید صبور باشید. برای بعضیاتون هم متاسفانه در حال حاضر زیر بار فشار کاری یا مالی یا مسئولیتی در خانواده افتاده اید. اما تا 10 وعده زمانی دیگه از این چالش سخت عبور میکنید. شروع یک زندگی جدید براتون میبینم، شروع تازه ها افتاده، یک موفقیتی رو کسب میکنید. زندگی دوباره، تولدی برای متولدین این ماه هم در فال دیده شده که قدمش مبارک است. و برای بعضیاتون هم که به دنبال یک گرفتن مدرک رسمی هستید مثل گواهینامه، این مدرک به دست شما میرسه. و جمله تأکیدی برای متولدین این ماه: من سرشار از شادی و موفقیت و رزق هستم. دوستان در راستای نیت دلتون بنویسید خدایا شکرت. متولدین تیر: تیر ماه عزیز، درویشان میگه که برای شما از انرژی های نور و حقیقت و آگاهی و از فرشتگان 4 طرف و مادر زمین
و با سلام و عرض ادب و اجازه از خادمین همین لحظه و زمان و مکان و از 4 عنصر میخوام که در این انرژی خوانی حضور داشته باشن و هر آنچه که قرار برای مخاطبین عزیز تیرماهی در زمینه کاری، شغلی، تحصیلی، احساسی، ازدواج، عشق، اداری، دادگاهی، سند، جابجایی، مسافرت، مهاجرت هستش آشکار و ظاهر بشه. برای شما متولدین تیر ماه یک رضایت در خانواده افتاده، تکامل در عشق میبینم، خانواده‌ای که از رسیدن به یک موقعیت خوب در زمینه کاری، تحصیلی، شغلی که شادی میگیرن، یک جشن شادی در خانواده به خاطر همین موضوع افتاده. در رابطه‌های احساسی و عاطفی اگر با کسی قرار هستید براتون آشتی کنون افتاده، یک دیدار میبینم، کادوی دریافت میکنید از سمت کسی که به شما علاقه‌مند هستش و زحماتی که در زمان گذشته داشته اید پاداش خوبی رو براتون به ارمغان میاره. و اما برای بعضیاتون هم در خصوص مسائل عاطفی یا در هر زمینه یک مقدار حالت کسالت و آزرده خاطری هستش. از داشته هایی که دارید استفاده کنید، ناامید نباشید، آینده درخشانی در پیش رو دارید، سعادت، رزق، برکت براتون افتاده. و برای بعضی از خانواده ها که در زمینه بچه دار شدن احساس ناامیدی میکنن، ناامید نباشید، برای شما تولد بچه هستش، انشالله که صاحب یک اولاد خوب میشید. جنسیتش میتونه دختر یا پسر باشه، از سمت یک آقایی در زمینه مالی مورد حمایت قرار میگیرید، پولی به دست شما خواهد رسید که شما رو خوشحال میکنه. یک موقعیت خوب در موضوعات مالی هستش و برای بعضی از شما هم در خصوص یک کار مشارکتی قرار یک سرمایه رو سرمایه گذاری کنید، اما در این زمینه بسیار باید دقت کنید. خبر خوشی براتون در راه هست در زمینه شغلی یا کاری. برای بعضیاتون خبر خوبی در راه هستش، به یک موقعیت خوب اجتماعی میرسید، از سمت شخصی مورد حمایت قرار میگیرید. یک حالت امپراتوری رو برای شما میبینم، به خواسته های دلتون میرسید. اگر تقاضای وام بانکی داشته اید این وام به دست شما خواهد رسید. یک موقعیت عالی در خصوص مسائل مالی برای متولدین این ماه هستش. یک ثبت سندی براتون هستش، برای بعضیاتون که در پروسه قانونی و دادگاهی هستید یک ثبت سندی برای شما افتاده که شما رو خوشحال میکنه. و برای بعضیاتون هم با کمی تلاش و کوشش به یک جایگاه خوبی میرسید، منفعت مالی برای شما افتاده. و برای بعضیاتون هم در حال حاضر شما رو در انتظار میبینم، حالا در زمینه کاری یا شغلی یا مالی هم میتونه باشه. اگه پولی رو از دست داده اید تا 7 وعده زمانی دیگه این پول به دست شما میرسه. و برای بعضی از شما متاسفانه یک حالت طلسم افتاده، مسیر رزق یا برکت یا کارتون رو بستن، کاربارتون خوب پیش نمیره، در یک حالت سردرگمی هستید. اما نگران نباشید، از این وضعیت نجات پیدا میکنید. یک خبر خوشیوم برای شما افتاده، شروع تازه در کار یا حرفه خودتون رو دارید، یا برای بعضیاتون شروع یک کار جدید افتاده، در جایی مشغول به کار میشید. براتون شکوفایی در عشق یا زندگی افتاده، با کمی صبر و بردباری و ایستادگی و تلاش به خواسته دلتون میرسید. حس ششم بسیار قوی دارید، آگاهی بر حقیقت بر یک موضوعی آگاه میشید. اگر گم شده یا مسئله‌ای دارید که پنهان هستش یا مجهوله، براتون قضیهش روشن میشه.
و جمله تأکیدی برای متولدین این ماه: من به انرژی مثبت خود ایمان دارم و به سوی موفقیت پیش می روم. دوستان در راستای نیت دلتون بنویسید: خدایا شکرت. متولدین مرداد ماه عزیز، درویشال میگه که برای شما ابتدا از انرژی های نور و حقیقت و آگاهی و فرشتگان 4 طرف و مادر زمین و با سلام و عرض ادب و اجازه از خادمین همین لحظه و زمان و مکان و از 4 عنصر میخوام که در این انرژی خانی حضور داشته باشن و هر آنچه که قراره برای مخاطبین عزیز مرداد ماهی در زمینه کاری، تحصیلی، شغلی، تجاری، مالی، احساسی، عشقی، گم شده، دادگاهی، پرونده، سند یا هر مسئله که مد نظر مخاطبین عزیز مرداد ماهی هستش براشون در این فال آشکار بشه. اولا که برای شما از سمت یک شخصی مورد حسادت قرار گرفتید یا شخصی با شما حالت مجادله میکنه، نسبت به شما حسادت میکنه، یک پیام عشقی براتون هستش، پیشنهاد ازدواجی هم میتونه باشه. یا برای بعضیاتون یک رقیب احساسی دارید که نسبت به شما حسادت میکنه و سر مجادله با شما داره. دریافت رزق و برکت خوبی براتون میبینم. اگر در زمینه هر کاری فعالیتی رو شروع کرده اید، موفقیتی نصیب شما میشه. دریافت یک مدرک رسمی براتون افتاده، مدرکی که برای شما آینده ساز هستش. امنیت و آسایش براتون میبینم. و برای بعضیاتون هم در رابطه‌های احساسی و عاطفی انگاری یک مقدار ناراحت هستید، بینتون نزاع درگیری هستش، ممکنه کارتون به کات شدن رابطه یا جدایی هم بکشه. یا برای بعضیاتون هم در خصوص موضوعات مالی اموالی از دست شما رفته، در حال حاضر یک شکست مالی داشته اید که به خاطرش بسیار ناراحت و دگرگون هستید. سقوط از یک مقام افتاده، از یک وضعیتی به طور ناگهانی آگاه میشید که باعث دگرگونی و پریشان حالی در شما میشه. یک حالت ویرانی افتاده و اما در راستای افکاری که در سرتون هستش یک مقدار باید واقع بین باشید، زیاد خیال پرداز نباشید. و اما برای شما غالب شدن بر دشمن میبینم، ظفر و پیروزی براتون افتاده. برای بعضیاتون که قصد مهاجرت دارید، این سفر در فال ظاهر شد. یک سفر راه دور مثل سفر خارج از کشور براتون افتاده. و برای بعضیاتون هم خرید خودرو رو براتون میبینم. و اما برای بعضیاتون هم که سرکارتون با وسیله نقلیه، حالا یا موتور یا ماشین هستش، در امر رانندگی بسیار دقت کنید، با احتیاط رانندگی کنید که خدا نکرده برای شما حادثه یا تصادفی پیش نیادش. و برای بعضیاتون هم که در زمینه مالی قصد مشارکت یا سرمایه گذاری رو دارید، بسیار دقت کنید در این زمینه که متحمل ضرر و زیان نشید. ببینم دسته کارت ملائک به شما چی رو میگن. برای شما اشاره به خوشی و خبرهای خوش هستش. رضایت در عشق افتاده. یک سفر معنوی هم میتونه باشه. رهایی از وابستگی‌های عاطفی رو براتون میبینم. یک رضایت، جشن خانوادگی افتاده. در خانوادگی به خاطر رسیدن یا موفقیتی در زمینه شغلی، کاری، احساسی خوشحالی افتاده که همه اعضای خانواده از این خوشحالی جشن میگیرن. برای متولدین این ماه یک خبر خوش در زمینه کاری یا شغلی یا در هر موضوعی فعالیتی رو که شروع کردید، موفقیت خوبی نصیب شما خواهد شد. و همچنین برای متولدین این ماه یک ازدواج سعادت آمیز افتاده که شما رو خوشحال میکنه.
و همچنین یک مبلغ پول خوب هم به دست شما میرسه. یک سرمایه اولیه هستش برای بعضیاتون. یک دریافت کادو مثل طلا یا پول هستش که باعث نشاط در زندگی شما میشه یا باعث پیشرفت در زندگیتون میشه. و برای بعضیاتون هم در حال حاضر یک مقدار نگران هستید، انگاری در یک وضعیت سخت قرار گرفته اید، یک حالت دلتنگی یا شخصی رو از دست داده اید که به خاطرش دلتنگ هستید. شبا حالت کابوس میبینید و برای بعضیاتون هم متاسفانه انگاری یک بستگی بر علیه شما انجام شده. این بستگی میتونه در قبرستان باشه. همین موضوع باعث خوابهای پریشان، کابوس، آشفتگی هستش. انگاری از پشت به شما خنجر زدن و همین مسئله بستگی باعث شده که رابطه هاتون در خانواده یا بین رابطه های احساسی فاصله و جدایی ایجاد بشه. و جمله تأکیدی برای متولدین این ماه: من سرشار از ثروت و رزق هستم. دوستان در راستای نیت دلتون بنویسید خدایا شکرت. متولدین شهریور ماه عزیز، درویشان میگه که برای شما از انرژی های نور و حقیقت و آگاهی و از فرشتگان 4 طرف ما در زمین و با سلام و عرض ادب و اجازه از خادمین همین لحظه و مکان و زمان و از 4 عنصر میخوام که در این انرژی خانی ما را همراهی کنن، حضور داشته باشن و هر آنچه که قراره برای مخاطبین عزیز شهریور ماهی در زمینه کاری، تحصیلی، شغلی، مالی، مشارکت، ازدواجی، احساسی، عاطفی، دادگاهی، پرونده های مهاجرتی، مسافرتی و غیره هستش در فال ظاهر بشه. ابتدا دشمنان پنهانی دارید. یک شخصی کنار شما هست، به ظاهر دوست، در باطن دشمن، نسبت به شما حسادت میکنه. مراقب رفتار ایشون باشید. مراقب باشید که اموال یا چیزی رو از شما ندزده. برای شما یک معجزه در زندگیتون رخ میده. شروع خوشیومی براتون میبینم. در زمینه کاری یا شغلی فعالیتی رو شروع میکنید که از این بابت معجزه براتون افتاده. پیشرفت میبینم. از استعدادهای درونیتونم نهایت استفاده رو ببرید. یک مدرک رسمی یا نامه براتون هستش برای افرادی که در انتظار یک پروسه قانونی میتونه باشه. دریافت یک مدرک یا نامه براشون هست. امنیت و آسایش در آینده براتون میبینم. و برای بعضیاتونم متاسفانه در خصوص مسائل مالی در حال حاضر یک مقدار نزاع یا درگیری بینتون هست. ممکنه کارتون حتی به محکمه و قانون هم کشیده بشه، اما گره از مشکلاتتون باز میشه. برای بعضیاتون که در زمینه کاری مشکلاتی دارید، این مشکلات تا 5 وعده زمانی دیگه از این حالت عبور میکنید. رهایی برای شما افتاده. گره از کارتون باز میشه. رزق و برکتی نصیب شما خواهد شد که به دیگران هم کمک میکنید. از سمت یک آقای مورد حمایت عاطفی یا مالی قرار میگیرید. و برای بعضی از خانواده ها متاسفانه در حال حاضر تحت فشار کاری یا جسمی و روحی هستند و زیر بار مسئولیت هستید. و اما برای شما یک موقعیت مالی به وجود خواهد اومد. یک مذاکرات مالی هستش. یک عقد قرارداد کاری براتون میبینم که از این بابت پولی به دست شما میرسه. و برای بعضیاتونم در زمینه احساسی و عاطفی براتون دیدار افتاده. دیداری عاشقانه که میتونه به ازدواج هم برسه. و اما برای بعضیاتونم متاسفانه در حال حاضر بینتون نزاع و درگیری هستش. بین رابطه‌های احساسی عاطفی یا خانواده ها یک مقدار مشکلات احساسی هستش. بینتون مسئله شکراب شده. اختلافات هستش. ممکنه کار شما به جدایی و طلاق هم برسه. باید بسیار دقت کنید. اگر دقت نکنید حتما
جدا خواهید شد. ببینیم کارتای ملائک به ما چی میگن. و اما برای شما خبر خوشی در راه هستش. یک شروع تازه افتاده، زندگی جدیدی میبینم. برای بعضیاتون در زمینه کاری یا شغلی براتون یک کار جدید افتاده، نامه‌ای به دست شما میرسه، یک دستی به دست شما میرسه که به شما کمک میکنه. برای بعضیاتون که در پروسه قانونی و رفتن به سفر و مهاجرتی هستید، برای شما خبری در این راستا دریافت میکنید. یک ویزا صادر میشه. حالا این ویزا میتونه ویزای شغلی، کاری، تحصیلی باشه که باعث پیشرفتتون میشه. و برای بعضیاتون هم یک دیدار عاشقانه افتاده. کارت عشاق رو میبینم. از سمت ملائک مورد حمایت قرار میگیرید. دیداری عاشقانه افتاده که منتهی به ازدواج هم میشه. یک سفر راه دور براتون افتاده. میتونه سفر ماحصلتون هم باشه. یک حالت امپراتوری در فال برای شما دیده شده. به جایگاه بلند مرتبه میرسید. از نظر موقعیت اجتماعی برای شما پیشرفت افتاده. موقعیت های خوبی نصیبتون خواهد شد. و برای بعضیاتون هم در زمینه کاری، شغلی، تحصیلی یا امورات اجتماعی با شخصی ملاقات میکنید که چراغ راه شما میشه، شما رو کمک میکنه. اگر سفر کرده ای دارید، با شتاب خبرش به شما میرسه. اگر چیزی رو گم کرده اید، حالا مثل طلا، پول یا هر چیز دیگه گم شدهتون رو به زودی پیدا میکنید. حتی اگر وسیله نقلیه مثل موتور یا ماشینی رو از شما دزدیدن، این وسیله رو به زودی پیدا خواهید کرد. مبلغی پول به دست شما هم میرسه و یک موقعیت عالی در آینده نزدیک نصیب شما خواهد شد. و جمله تأکیدی برای متولدین این ماه: من به توانایی ها و تلاش های خود باور دارم و برای موفقیت خلق شدم. دوستان در راستای نیت دلتون بنویسید: خدایا شکرت. متولدین مهر ماه عزیز، درویشان میگه که برای شما از انرژی های نور، حقیقت، آگاهی و فرشتگان 4 طرف ما در زمین و با سلام و عرض ادب و اجازه از خادمین این لحظه و زمان و مکان و از 4 عنصر میخوام که در این انرژی خوانی حضور داشته باشن، ما را همراهی کنن و هر آنچه که قراره برای مخاطبین عزیز مهرماهی در زمینه کاری، تحصیلی، شغلی، احساسی، عاطفی، عشق، مالی، سرمایه گذاری، کار دادگاهی، سند، پروژه های قانونی، هرچی هست آشکار و ظاهر بشه. ابتدا اشاره به یک موقعیت مالی در خصوص موضوعات پول هستش. یک سفر مالی برای شما افتاده. از سمت ملائک مورد حمایت قرار میگیرید. اگر کسالت یا بیماری دارید، بهبودی براتون میبینم. اگر مشکلات مالی دارید، این مشکلات به زودی حل خواهد شد. ملائک در راستای نیت شما به شما کمک میکنن. اگه موضوعات ارث و میراثی در خانواده دارید، به زودی این مسئله تکلیفش مشخص میشه. یک ارث و میراثی نصیب شما خواهد شد. و برای بعضیاتون هم در حال حاضر یک مقدار مشکلات کاری دارید. یک حالت ایستادگی و بردباری افتاده برای شما. با بردباری به مسیرتون ادامه بدید. و برای بعضیاتون هم که در پروژه های قانونی و دادگاهی هستید، برای شما یک ثبت سندی افتاده. تا 9 وعده زمانی دیگه این سند برای شما امضا میشه. از سختی ها عبور میکنید. ملاقات با شخصی برای شما میبینم در زمینه کاری، تحصیلی، شغلی و امورات اجتماعی به شما کمک میکنه. چراغ راه شما خواهد شد. اگر کسالت یا بیماری دارید، با نظر و نیاز از سمت ملائک مورد شفاعت قرار میگیرید. برای شما بهبودی افتاده.
پایان درد و رنج برای شما میبینم. از یک دوره سختی و کشمکش نجات پیدا خواهید کرد و برای بعضیاتون هم متاسفانه ممکنه یک خبر ناگوار باشه یا عزیزی رو از دست بدید که به خاطرش غمگین و ناراحت بشید. شروع یک چرخه جدید در فال دیده شده. خبر خوش کاری براتون میبینم یا یک پروژه کاری که به اتمام میرسه. شروع کار جدید افتاده. یک سفر ماجراجویانه هم برای شما میتونه باشه و برای بعضیاتون که همچنان که گفتم از دست رفتن یک عزیز باعث غم و اندوه در شما میشه. غمگین میبینم شما رو، یا در رابطه‌های احساسی و عاطفی از شخصی دور شده اید یا شخصی از شما دور شده که به خاطرش ناامید هستید. پشیمانی به خاطر یک عشق از دست رفته. و اما کارت‌های ملائک ببینیم برای شما چی میگن. شما انسانی هستی که حس ششم بسیار قوی داری. اگر موضوعی افکار شما رو درگیر کرده به زودی این قضیهش برای شما روشن خواهد شد. کشف حقیقت میبینم و برای بعضیاتون هم متاسفانه در حال حاضر شبا حالت دلتنگی دارید، حالت کابوس میبینید. دلتنگی به خاطر یک گم شده یا به خاطر اینکه چیزی رو از دست داده اید. فکرتون درگیر هستش. یک حالت افسردگی هم میتونه باشه. و اما برای شما خبر خوش هستش. تولد میبینم. برای متولدین این ماه تولد بچه هستش. برای بعضیاتون که در پروسه های قانونی یا کاری یا اداری هستید دریافت یک نامه میتونه باشه. یک مدرکی رو دریافت میکنید مثل گواهینامه هم میتونه باشه. و برای بعضیاتون هم در حال حاضر در یک اسارت ناشی از بلا تکلیفی قرار گرفته اید. در یک موضوعی در سر چند راهی قرار گرفته اید. انتخاب مسیر برای شما خیلی سخته. انگاری دست و پا و سر و چشمتون رو بستن. حالت بستگی یا طلسم هم میتونه بر علیه شما باشه. کاروبار شما خوب جور در نمیادش. اما از سمت یک خانم غنی مورد حمایت مالی قرار میگیرید. پولی به شما میرسونه. از یک حالت سختی عبور میکنید. تا 4 وعده زمانی دیگه از این تنگناها عبور میکنید. یک مبلغی پول به دست شما میرسه که شما رو خوشحال میکنه. شما انسان با اراده و قوی هستی. با شجاعت به مسیرتون ادامه بدید. شما انسانی هستید با لیاقت که بر مشکلات غلبه میکنید. شما قادر هستید که هر چیزی رو به کنترل خودتون در بیارید. در نهایت با صبر و بردباری به نتیجه های خوبی میرسید و حتی عشق و وفاداریتون رو به شخصی به اثبات میرسونید. و جمله تأکیدی برای متولدین این ماه: فرصت ها و شانس های عالی همیشه به سمت من میآیند. دوستان در راستای نیت دلتون بنویسید. خدایا شکر. متولدین آبان ماه عزیز، درویشان میگه که برای شما از انرژی های نور و حقیقت و آگاهی و فرشتگان 4 طرف ما در زمین و با سلام و عرض ادب و اجازه از خادمین این لحظه و زمان مکان و 4 عنصر میخوام که در این انرژی خانی حضور داشته باشن و ما رو راهنمایی کنن برای مخاطبین عزیز آبان ماه در زمینه کاری، تحصیلی، شغلی، احساسی و عاطفی، مسائل مالی، مسائل مشارکت، مسائل مهاجرتی و امور اداری و دادگاهی اداری و در هر موضوعی که هر مسئله دارن در فال براشون ظاهر بشه. ابتدا برای شما نگران آینده نباشید. آینده درخشانی برای شما در پیش رو هستش. اگر کسالت یا بیماری دارید برای شما بهبودی افتاده. برای بعضیتون هم در زمینه مالی یک کار مشارکتی افتاده. در مرحله اول مسئله پیش میره، اما این قضیه نیازمند به تایید و تصویب دیگران هم هستش.
یک موقعیت خوب مالی براتون هستش، مذاکرات مالی در پیش رو دارید، موفقیت خوبی رو کسب میکنید. برای متولدین این ماه ازدواجی سعادت‌آمیز افتاده، ازدواجی پر از خیر و برکت براتون میبینم. یک پیام عشقی هم دریافت میکنید. برای بعضیتون که در راستای احساسی در انتظار هستید، پیامی به شما میرسه که شما رو خوشحال میکنه، میتونه حتی به شما پیشنهاد ازدواج هم داده بشه. و برای بعضیاتون هم در زمان گذشته انگاری در یک رابطه احساسی و عاطفی شکستی رو تجربه کردید، به خاطر همین قضیه شما رو ناامید و آزرده خاطر میبینم. اما از داشته هایی که دارید استفاده کنید، نکات مثبت زندگیتون هم ببینید، بدبین نباشید. خالق یک پیروزی خواهید شد. یک جابجایی در محل کار یا زندگی برای شما به وجود میاد. سفر کرده اگر دارید از راه دور به سمت شما خواهد اومد. تغییراتی در زمینه کاری یا شغلی شما به وجود میاد و از سمت یک خانم توانگر و غنی هم مورد حمایت مالی قرار میگیرید. پولی به دست شما میرسه و برای بعضیاتون هم به خاطر انجام دادن یک قضیه کاری پولی به دست شما میرسه. و اما برای بعضی از خانواده ها متاسفانه در حال حاضر یک مقدار مشکلات دارن، بینشون نزاع یا درگیری هست، انگاری در حق شما خیانتی انجام شده و همین مسئله باعث میشه که رابطه هاتون کات بشه. و برای بعضی از خانواده هم که در زمان گذشته به خاطر مشکلاتی که داشتن رابطهشون کات شده، براشون رجوع دوباره به زندگی افتاده، زندگی که دوباره برقرار میشه، آغاز یک زندگی جدید، روشنایی در زندگیتون به وجود میاد. و اما برای بعضی از خانواده هم که در انتظار فرزند و بچه هستن، تولد بچه افتاده که اونها رو خوشحال میکنه، جنسیتش هم میتونه پسر باشه. و برای شما هم از کارتای ملائک ببینم چی ظاهر خواهد شد. و از دست کارتای ملائک برای شما اشاره به یک جشن خانوادگی هستش، به یک جشن و مهمانی دعوت میشید. برای متولدین این ماه یک اتفاق خوب مثل جشن نامزدی و جشن تولد هم هستش. و اما برای بعضیاتون هم دست یک پنهانکار برای شما رو میشه. دشمنان پنهانی دارید در پیش روی شما خوبن ولی در باطن با شما دشمن هستن. و اما یک اتفاق خوب مثل خرید خونه و خرید ملک براتون افتاده، رفتن به تعطیلات خوش براتون میبینم. خبرهای خوشی در پیش رو هست برای افرادی که قصد مهاجرت دارن. در این زمینه خبر خوش دریافت میکنید. یک جابجایی در زندگی شما به وجود خواهد آمد. و برای بعضیاتون هم یک جشن نامزدی هستش. اول همه چی خوب پیش میره اما به یک بارگی همه چی خراب و ویران میشه، رابطه هاتون کات و ویران میشه. انگاری یک رقیب دارید، رقیبی در این زمینه مداخله میکنه یا دشمنان در زندگی شما مداخله میکنن و همین مسئله باعث میشه که رابطه هاتون کات بشه. و از سمت کائنات هم پاداشی نصیب شما میشه، شانس به شما رو کرده، موفقیت خوبی رو کسب میکنید. سفر راه دور هم میتونه براتون به وجود بیاد. و برای بعضیاتون هم پایان یک چرخه زندگی افتاده، تولد دوباره رو براتون میبینم. به مرحله جدیدی از زندگی وارد میشوید. و جمله تأکیدی برای متولدین این ماه: من مغناطیس جذب ثروت و فراوانی هستم و نعمت‌ها با آسانی به سوی من جذب میشود. دوستان در راستای نیت دلتون بنویسید خدایا شکرت. متولدین آذر ماه عزیز، درویشال میگه که ابتدا از انرژی های نور و حقیقت و آگاهی و از فرشتگان چهار طرف و مادر زمین و با سلام و عرض ادب و اجازه از خادمین این لحظه و زمان و مکان و از 4 عنصر میخوام که در این انرژی خانی حضور داشته باشن و ما را همراهی کنن و هر آنچه که قراره برای مخاطبین عزیز آذر ماهی در زمینه
موقعیت‌های اجتماعی، کاری، تحصیلی، شغلی، امورات احساسی، عشق، رابطه و در زمینه کاری مشارکت‌های مالی، در زمینه مهاجرتی، سفر و هر آنچه که مد نظرتون هستش ظاهر بشه در این انرژی خوانی. ابتدا با کمی تلاش کوشش به پولی میرسید. یک پس‌انداز مالی برای شما افتاده که برای آیندهتون بسیار لازم هستش. از سمت یک خانم غنی و توانگر مورد حمایت مالی قرار میگیرید. یک موقعیت مالی براتون هست، اشاره بر موضوعات مالی هستش. پولی به دست شما میرسه. در رابطه‌های احساسی و عاطفی اگر با کسی قرار هستید براتون دیدار افتاده، آشتی کنونی میبینم. هدیه دریافت میکنید از سمت کسی که به شما علاقه‌مند هستش و برای بعضیاتون که در پروسه دادگاهی و قانونی هستید براتون از این بابت خوشحالی افتاده. یک جام موفقیت دریافت میکنید. موقعیت خوب اجتماعی نصیب شما میشه. به جایگاه بلندی میرسید. شخصی همانند پدر به شما کمک میکنه. از نظر موضوعات مالی و عاطفی مورد حمایت این شخص قرار میگیرید. برای شما یک پیشنهاد ازدواجی افتاده. سفر کرده ای از راه دور به قصد ازدواج برای شما میاد. یک خبری با شتاب به شما میرسه. برای شما جابجایی افتاده. جابجایی در محل کار و زندگیتون به یک بارگی به وجود میاد. بر دشمنان غلبه میکنید و همچنین برای متولدین این ماه خرید خودرو براتون افتاده. سفر راه دور هم براتون به وجود میاد. برای بعضیاتون که در انتظار کارهای مهاجرتی هستید براتون این سفر به وجود خواهد آمد. خالق یک پیروزی خواهید شد. و اما برای بعضیاتون متاسفانه در رابطه‌های احساسی و عاطفی ممکنه قلبتون از شخصی شکسته باشه. یک مقدار در حالت سختی هستید. دلتون گرفته. بینتون فاصله افتاده و همچنین برای بعضیاتون هم یک مقدار ممکنه کسالت یا بیماری قلبی داشته باشید. اما نگران نباشید. زودگذر هستش. انشالله که بهبودی رو پیدا میکنید. ببینیم از دسته کارت‌های ملائک برای شما چه پیامی چه هشداری هستش. و اما برای شما اشاره بر آگاهی و حقیقت هستش. آینده درخشانی برای شما میبینم. روشنایی در زندگی شما خواهد آمد. در زمینه بیماری که گفتم براتون بهبودی افتاده. به زودی خوب میشید. و همچنین برای بعضیاتونم از سمت شخصی مورد حمایت قرار میگیرید. میتونه در زمینه کاری باشه. یک مقدار از نظر کاری یا خانوادگی تحت فشار هستید. اما تا ده وعده زمانی دیگه از این چالش سخت عبور میکنید. یک موفقیت خوبی رو کسب میکنید. پشت سر گذاشتن سختی ها رو براتون میبینم. سفر معنوی هم میتونه باشه. رهایی از وابستگی های عاطفی برای شما افتاده. از سمت یک شخص با مقامی مورد حمایت قرار میگیرید. این حمایت میتونه از نظر کاری یا امورات اجتماعی باشه. و همچنین برای شما تغییر تحولاتی به یک بارگی به وجود میاد. خبری با شتاب به شما میرسه. و اما شما انسان قوی هستی. آینده درخشانی دارید. به یک موقعیت خوب مالی میرسید و همانند یک امپراتور در جهان سلطنت میکنید. و جمله تأکیدی برای متولدین این ماه: من به فراوانی کائنات متصل هستم و از همه جهت برکت دریافت میکنم. دوستان در راستای نیت دلتون بنویسید: خدایا شکرت.
متولدین دی ماه عزیز، درویشات میگه که ابتدا از انرژی های نور و حقیقت و آگاهی و از فرشتگان 4 طرف و مادر زمین و با سلام و عرض ادب و اجازه از خادمین این لحظه و زمان و مکان و از 4 عنصر میخوام که در این انرژی خانی حضور داشته باشن و هر آنچه که قراره برای شما مخاطبین عزیز دیما به وجود بیاد در زمینه کاری، تحصیلی، شغلی، اجتماعی، در زمینه سفر، مهاجرت، در زمینه مالی، پولی و غیره، در زمینه عشق و عاشقی، کیس احساسی و عاطفی، هرچی هست آشکار بشه برای شما. اولا نگران آینده نباشید. آینده درخشانی دارید. اگر کسالت یا بیماری دارید براتون بهبودی افتاده. اگر گمشده‌ای دارید گمشده‌تون رو پیدا میکنید. پایان درد و رنج افتاده. یک سفر راه دور برای شما میبینم. این سفر میتونه یک سفر معنوی هم باشه. رهایی از وابستگی‌های عاطفی رو براتون میبینم و اما برای شما در حال حاضر یک مقدار دشمنان پنهان دارید. شخصی کنار شما هستش، به ظاهر دوسته اما در باطن دشمن. مراقب باشید که اسرار دلتون رو بهش فاش نکنید یا مراقب باشید که چیزی رو از شما نبره. یک سفر راه دور براتون افتاده. جابجایی در زندگیتون یا محل کارتون به وجود میاد. خالق یک پیروزی خواهید شد و بر دشمنان هم غالب میشوید و در موضوعات مالی شما رو در انتظار میبینم. از داشته‌هایی که دارید استفاده کنید. تا 7 وعده زمانی دیگه از این انتظارات عبور میکنید. در راستای نیتی که دارید ملائک به شما کمک میکنن. از سمت کائنات هم پاداشی دریافت میکنید. جایگاه خوبی رو برای شما میبینم. یک موفقیت خوب براتون در راه هستش و اما برای بعضیاتون هم پایان یک چرخه زندگی افتاده. زندگی که به پایان میرسه. انشالله که خبرهای خوش براتون باشه. فقدان عزیزی در فال ظاهر شده که به خاطرش ممکنه غمگین و ناراحت بشید و اما به یک جشن و مهمانی دعوت میشید. برای متولدین این ماه یک جشن تولد یا جشن نامزدی هستش و برای بعضیاتون هم در حال حاضر شادی از زندگیتون رفته. در یک وضعیت بلا تکلیفی قرار گرفته اید. در یک وضعیتی هستید که این حالت رو اصلا دوست ندارید. تحت فشار هستید و اما ببینیم کارت ملائک به شما چه پیامی رو میدن. برای شما خبرهای خوشی در راه هستش. موفقیت براتون افتاده. از سمت یک آقای مورد حمایت عاطفی قرار میگیرید و برای بعضیاتون هم در حال حاضر در یک حالت اسارت و بلا تکلیفی قرار گرفته اید. قلبتون از شخصی شکسته شده. انگاری عزیزی رو از دست دادید یا شخصی از شما دور شده که به خاطرش ناراحت هستید یا از نظر احساسی عاطفی دلتون از شخصی شکسته شده. شخصی از شما دور شده که به خاطرش ناراحت هستید. از سمت یک خانومی که جایگاه خوبی رو از نظر موقعیت اجتماعی داره مورد ساپورت ایشون قرار میگیرید. شما رو کمک میکنه. اسراری برای شما فاش میشه. اگر دنبال یک مجهولی هستید این مجهولتون رو پیدا میکنید. اگر گمشده ای دارید گمشده‌تون رو پیدا میکنید. در زمینه کارهای تجاری برای شما پیشرفت افتاده. و برای بعضیاتون هم که در پروسه کارهای قانونی و مهاجرتی هستید در این راستا خبر خوشی دریافت میکنید. خالق یک پیروزی خواهید شد. خالق یک جابجایی
در محل کار یا زندگیتون میشید. سفر راه دوری برای شما با موفقیت میبینم. و جمله تأکیدی برای متولدین این ماه: هر روز فرصت‌های جدید و الهام بخش برای موفقیت و پیشرفت به سراغ من میآیند. دوستان، در راستای نیت دلتون بنویسید: خدایا شکرت. متولدین بهمن ماهی عزیز، درویشان میگه که ابتدا از انرژی های نور و حقیقت و آگاهی و از فرشتگان 4 طرف و مادر زمین و با سلام و عرض ادب و اجازه از خادمین این لحظه و زمان و مکان و از 4 عنصر میخوام که در این انرژی خانی حضور داشته باشن و ما را همراهی کنن و هر آنچه که قراره برای مخاطبین عزیز بهمن ماهی در زمینه کاری، تحصیلی، شغلی، امورات مالی، مشارکتی و موضوعات کیس‌های احساسی، ارتباطات، عشق، علاقه، سفر، مهاجرت و هر آنچه که مد نظر متولدین بهمن ماه هستش در این انرژی خانی ظاهر بشه و ما را همراهی کنند. برای شما متولدین بهمن اشاره به یک جدایی و فاصله هستش. در زمان گذشته خیانتی در حق شما شد، به شما بدی کردن، از پشت به شما خنجر زدن. در رابطه‌های احساسی و عاطفی یک کات شدن رابطه یا جدایی رو تجربه کردید یا عزیزی رو از دست دادید که به خاطرش ناراحت هستید. پایان درد و رنج برای شما میبینم. به مکانی جدید نقل و مکان میکنید. یک سفر داخلی هم میتونه براتون به وجود بیادش. شخصی نسبت به شما حسادت میکنه و از خبرهای دروغین ایشون هم برحذر باشید. و اما در خصوص موضوعات مالی یک مقدار مشکلات دارید. برای بعضی از خانواده ها در فقر مالی هستند، در یک حالتی بی خانمانی و سختی یا بیماری قرار گرفته اید. اما برای شما تا 2 وعده زمانی دیگه انشالله خبری بهتون میرسه که شما رو خوشحال میکنه. با کمی تلاش و کوشش از این وضعیت و بحران نجات پیدا میکنید، از انزوا بیرون میایید. با صبر و بردباری که در زندگیتون داشته اید به نتیجه های خوبی میرسید. شما لیاقت اینو دارید به جایگاه خوبی برسید. قدرت و شجاعت شما قابل تحسین هستش. وفاداری خودتون در زمینه عشقی یا کاری به شخصی به اثبات میرسونید. و اما برای بعضیاتون در حال حاضر در کیسای احساسی و عاطفی انگاری شکستی رو تجربه کرده اید. به خاطر همین مسئله بسیار آزرده خاطر و رنجیده هستی. نسبت به محیط پیرامون اطرافتون بدبین هستید. دل و دماغی هم به آیندهتون ندارید. اما از این وضعیت عبور میکنید. یک پیشنهاد جدید و رابطه جدید یا پیشنهاد ازدواجی جدید برای شما در راه هستش. خبر عشقی دریافت میکنید. از سمت کائنات مورد حمایت قرار میگیرید. پاداشی نصیب شما میشه. یک موفقیتی رو کسب میکنید. ملاقات با شخصی برای شما افتاده در زمینه کاری و امورات تحصیلی یا اجتماعی چراغ راه شما میشه. ملائک به شما کمک میکنن. و برای بعضیاتون هم که در پروسه سفر و مهاجرت در انتظار هستید برای شما هم خبرهای خوشی در راه هستش. با رجوع کردن به یک شخصی یک مسئله براتون باز میشه. براتون پیشرفت میبینم. و برای عده‌ای از شما هم در حال حاضر در یک رکود اقتصادی و کاری قرار گرفتید. در یک حالت اسارت ناشی از بلا تکلیفی قرار گرفتید یا کسی رو در بند و زندان دارید که به خاطرش غمگین و ناراحت هستید. یا برای بعضیاتون یک حالت بستگی هست که کاربارتون خوب پیش نمیره و اما برای شما از این سختی ها عبور میکنید. اگه بستگی بر علیه شما شده این بستگی ها باز خواهد شد. روشنایی در زندگی شما میاد. مسائل براتون روشن میشه
پیشرفت رو براتون میبینم و شما انسان کاملی هستید. به خصوص برای متولدین خانم این ماه خانم کاملی هستید که خیلی آرزوی زندگی با شما رو دارن. پشت سر گذاشتن سختی ها رو براتون میبینم و یک سفر معنوی هم برای شما هستش. رهایی از وابستگی های عاطفی براتون افتاده، بر سختی ها غالب میشید و اما برای بعضیاتون هم دست یک پنهانکار برای شما رو میشه و برای بعضیاتون هم در راستای نیت ذهنی شما خبرهای خوشی در راه است. تغییر تحولاتی به یک بارگی وارد زندگی شما میشه که تأثیرش فقط برای شما نیست، برای کل اعضای خانواده هم میتونه باشه. و جمله تأکیدی برای متولدین این ماه: خوشبختی و فراوانی در تمام جنبه‌های زندگی من جاری است. دوستان در راستای نیت دلتون بنویسید خدایا شکرت. متولدین اسفند ماه عزیز، درویشال میگه که برای شما ابتدا از انرژی های نور و حقیقت و آگاهی و فرشتگان 4 طرف ما در زمین و با سلام و عرض ادب و اجازه از خادمین این لحظه و زمان و مکان و از 4 عنصر میخوام که در این انرژی خانی حضور داشته باشن و هر آنچه که قراره برای مخاطبین اسفند ماه عزیز در زمینه کاری، تحصیلی، شغلی، مالی، مشارکت، احساسی، عاشقی، عشق، ارتباطات، تبادلات، مهاجرت، پرونده های قانونی، دادگاهی، سند و غیره هستش آشکار بشه در این فال. در فال شما افتاده که برای شما یک مقدار مشکلات کاری میتونه داشته باشید یا یک حالت نزاع و درگیری هست، اشاره به تلاش و کوشش هستش و اما برای شما هشدار به یک درگیری هستش. در یک درگیری اصلا مداخله نکنید چون خطرات پیش بینی نشده افتاده. خطری میتونه که باعث دور از جون یک مرگ بشه. در این رابطه اصلا مداخله نکنید. و اما از سمت یک خانومی در زمینه شغلی و کاری مورد حمایت قرار میگیرید. ملاقات با یک پیر معنوی افتاده، با یک شخصی که در زمینه کاری یا تحصیلی و امورات اجتماعی چراغ راه شما میشه، به شما کمک میکنه و برای بعضیاتون هم در حال حاضر با یک مقدار موانع و مشکلات و چالش روبرو هستید. با کمی تلاش و جستجو و کوشش از این چالش های سخت عبور میکنید. تغییر تحولاتی به یک بارگی وارد زندگی شما میشه که تأثیراتش فقط برای شما نیست، میتونه برای کل اعضای خانواده باشه. یک تاییدیه رسمی افتاده براتون و برای بعضیاتون هم یک مقدار تنش دارید، استرس برای شما هست، انگاری از یک موضوعی عذاب وجدان دارید، ناراحت هستید و اما یک مدرک رسمی براتون هست، دریافت یک سند یا یک نامه که شما رو خوشحال میکنه. این موضوع میتونه در زمینه مالی باشه یا اگر در کاری سرمایه گذاری کرده اید از این بابت سود خوبی نصیب شما خواهد شد. و همچنین انسانی هستی که حس ششم قوی دارید، اسرار ناشناخته برای شما کشف میشه. اگر مبلغی پول گم کردید پولتون رو پیدا میکنید. ببینم کارتای ملائک چه پیامی رو برای شما دارن. برای شما خبری با شتاب میرسه. این خبر میتونه در خصوص کیسای مهاجرتی باشه. نامه‌ای به دست شما میرسه و برای بعضیاتونم یک خبر خوش در راه است. در زمینه ازدواجی، عشق و عاشقی براتون دیدار افتاده، دیداری که به ازدواج منتهی میشه. در همین ماه خبر خوشی میشنوید
این خبر میتونه در زمینه ازدواجی براتون باشه. سفر کرده ای از راه دور به شما یک پیام ازدواجی بده یا تقاضای ازدواجی دریافت کنید و برای بعضیاتون هم رهایی از یک وابستگی‌های افتاده، یک سفر راه دور براتون میبینم، پشت سر گذاشتن سختی‌ها براتون هستش. و اما برای عده‌ای از خانواده هم بر اثر سحر و جادو و طلسمی که بر علیه شما انجام دادن، همین مسئله باعث میشه که رابطه هاتون کات بشه و یک جدایی رو تجربه کنید و یا در حال حاضر در تنش و اختلافات هستید. یک غم و اندوه و اشک زودگذر براتون هستش و اما باز در فال تاکید به یک حالت طلسم و اسارت افتاد، یعنی سحر و طلسمی قطعا بر علیه شما انجام شده، کاروبارتون خوب پیش نمیره، دست و پا و سر چشم شما رو بستن، در یک حالت سرگردانی و بلا تکلیفی قرار گرفتید، یا برای بعضیاتون انگاری عزیزی رو در بند و زندان دارید که به خاطرش بسیار غمگین و ناراحت هستید. و اما برای بعضیاتون هم که مشکلات مالی دارید نگران نباشید، به زودی یک موقعیت خوب مالی نصیب شما خواهد شد. و جمله تأکیدی برای متولدین این ماه: زندگی من پر از عشق و ثروت و خوشبختی و رضایت عمیق است. دوستان در راستای نیت دلتون بنویسید خدایا شکرت. دوستان عزیز، امیدوارم که این ویدیو کلیپ مورد رضایت شما قرار گرفته باشه و از شما مخاطبین عزیز تقاضا دارم که چنل منو سابسکرایب کنید، لایک هم فراموش نشه و به دوستان هم به اشتراک بذارید. لایک کردن و کامنت گذاشتن شما باعث دلگرمی ما در تولید ویدیوهای بعدی است. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار همتون باشه.